در تمام اختلالات اضطرابی یک مسئله ریشه‌ای به نام فاجعه انگاری وجود دارد، به این صورت که فرد مضطرب همیشه بدترین اتفاقات ممکن رو با جزئیات ترسناک رو متصور میشه و فکر میکنه که اتفاقات خیلی بدی میافته و اینکه درمان این چیه و چه راه حل‌هایی وجود داره بستگی به علل و عوامل اضطراب وجود داره که میتونه از روان درمانی، دارو درمانی و تمرینات ذهنی و بدنی باشه. ولی یه ترفند کوچولویی وجود داره که ما میتونیم این اضطراب خودمون رو کم بکنیم و اون این که وقتی که فکر میکنیم به این که این اتفاق الان بیفته که چی، اینجا رو بیایم به صورت آگاهانه جمله‌مون رو تغییر بدیم و بگیم که اگر این اتفاق خوب بیفته که چی. ما در اینجا به دنبال این نیستیم که اون اتفاق خوبه بیفته، بلکه به دنبال این هستیم که اضطراب خودمون رو یکم کنترل بکنیم و بتونیم خودمون رو تو شرایط ذهنی مناسب قرار بدیم.